سلام دوستان، با داستان زیبای جیران در خدمتتونیم. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید. یکی بود، یکی نبود. پیرمرد فقیری بود که 3 دختر بسیار زیبا داشت. روزی دخترها گفتند: پدر جان، در همسایگی ما عروسی است. برای ما کمی خرید کن. پیرمرد از هر کدام از دخترهایش پرسید: چه می‌خواهید؟ دختر بزرگ گفت: من چادر می‌خواهم. دختر وسطی گفت: من پیراهن می‌خواهم. دختر کوچک گفت: من 1 جفت کفش می‌خواهم. پیرمرد غصه‌اش گرفت چون پول کافی برای خرید نداشت. مختصر اندوخته‌اش را در جیب گذاشت و به طرف شهر راه افتاد. وسط راه خسته شد. رودخانه بزرگی پیش رویش بود. پای درختی نشست تا نفسی تازه کند که باز فکر خرید برای دخترها افتاد. از شدت ناراحتی آه عمیقی کشید. در این موقع سطح آب بالا آمد و ناگهان دیو بزرگی از آب بیرون آمد. پیرمرد جا خورد. دیو گفت: برای چه مرا صدا کردی؟ پیرمرد که هاج و واج مانده بود گفت: من کی تو را صدا زدم؟ دیو گفت: اسم من آه است. تو آه کشیدی و من هم آمدم. حالا بگو چه میخواهی؟ پیرمرد گفت: میخواهم بروم شهر و برای دخترهایم خرید کنم، اما پول کافی ندارم. دیو گفت: من پول میدهم تا خریدت را بکنی. در عوض تو هم باید یکی از دخترهایت را به من بدهی. پیرمرد قبول کرد. دیو مقداری سکه طلا به مرد داد و گفت: این خرماها را هم بریز توی جیب. وقتی که از بازار برمیگردی هسته خرماها را زمین بیانداز. من از روی آنها خانه شما را پیدا می کنم. بعد دیو از نظر احتیاط 1 گلوله آتش داخل خرماها گذاشت تا اگر پیرمرد خرماها را نخورد آتش جیبش را سوراخ کند و خرما روی زمین بریزد و او بتواند خانه پیرمرد را پیدا کند. پیرمرد از دیو خداحافظی کرد و به شهر رفت. خرید کرد و به خانه‌شان برگشت. اما در مورد دیو و شرط و شروطش چیزی به دخترانش نگفت. صبح روز بعد دیو هرچه انتظار کشید از پیرمرد خبری نشد. طرفهای غروب رد خرماها را گرفت و آمد در خانه پیرمرد. در را زد. دختر بزرگ در را باز کرد و تا دیو را دید ترسید و پیش پدرش رفت و گفت: 1 دیو آمده و با شما کار دارد. پیرمرد آمد و دید همان آه است. آه گفت: مگر تو به من قول نداده بودی؟ پیرمرد گفت: چرا؟ حالا هم سر قولم هستم. بعد به دختر بزرگش گفت: تو باید زن این مرد بشوی. دختر دید نمیتواند حرفی روی حرف پدرش بزند. ناچار از خانواده خداحافظی کرد و همراه دیو رفت. رفتند تا کنار رودخانه رسیدند. دیو گفت: بیا پشت من سوار شو، چشمهایت را ببند. هر وقت گفتم چشمهایت را باز کن. تا من دستور ندادم هیچ کاری نمی کنی. دختر بر پشت دیو سوار شد و چشمهایش را بست. دیو پرید وسط رودخانه. رفتند تا به قلعه دیو رسیدند. دیو گفت: حالا چشمهایت را باز کن. دختر دید وارد یک قلعه خیلی بزرگ شده اند. شب شد. دیو گفت: من آبگوشت بار گذاشتم. سفره را پهن کن، غذا را هم بیاور بخوریم. دختر دستور او را اجرا کرد، ولی اولین لقمه را که به دهان گذاشت فهمید غذا از گوشت آدمیزاد درست شده. گفت: من نمیخورم، این گوشت آدمیزاد است. دیو گفت: باید بخوری و الا تو را تبدیل به سنگ میکنم. هرچه دیو اصرار کرد دختر لب به غذا نزد. دیو خشمگین شد. دست دختر را گرفت و او را برد توی یک اتاق و تبدیل به سنگ کرد. 1 هفته گذشت. دیو آمد دم در خانه پیرمرد. در را زد. پیرمرد در را گشود. دیو گفت: دخترتان تنهاست.
میخواهم یکی از خواهرهایش را ببرم پیشش تا از تنهایی در بیاید. پیرمرد گفت اشکالی ندارد. دختر وسطی خوشحال و شادمان رختهای تازه‌اش را پوشید و همراه دیو رفت. دیو مثل خواهر بزرگ او را هم از طریق رودخانه به درون قلعه برد. ظهر بود. دیو گفت من نهار آبگوشت پخته‌ام. برخیز و سفره را پهن کن و غذا را بیاور. دختر بساط نهار را آماده کرد. لقمه اول را که خورد فهمید گوشت آدم است. شروع کرد به گریه کردن. دیو گفت باید این غذا را بخوری وگرنه تو را هم مثل خواهرت تبدیل به سنگ می کنم. دختر از خوردن امتناع کرد و همینجور یک ریز گریه می کرد. آخر سر دیو عصبانی شد، برخاست و او را به داخل اتاق بزرگ برد و تبدیل به مجسمه سنگی کرد. 1 هفته گذشت. دیو اول صبحی باز رفت دم خانه پیرمرد. در را که باز کردند به پیرمرد گفت دخترها بیتابی می کنند. آمدم خواهرشان را ببرم که بیشتر بهشان خوش بگذرد. پیرمرد گفت لااقل یکیشان را می آوردی بعد دیگری را می بردی. دیو گفت دفعه دیگر هر دوتایشان را برمیگردانم. دختر سوم که اسمش جیران بود خودش را آماده کرد و با دیو راه افتادند. رفتند تا کنار رودخانه رسیدند. دیو به او گفت بر پشتم سوار شو، چشمهایت را ببند، وقتی رسیدیم باز کن. جیران همین کار را کرد تا به قلعه رسیدند. جیران دید خبری از خواهرهایش نیست. به دیو گفت خواهرهایم کجایند؟ دیو تمام ماجرا را گفت. جیران شروع کرد زار زار گریه کردن. دیو حوصله‌اش سر رفت و پا شد و از قلعه بیرون رفت. جیران پس از گریه‌های فراوان به فکر فرو رفت. باید کاری می‌کرد تا زنده می‌ماند وگرنه دیو او را هم مثل خواهرهایش تبدیل به سنگ می‌کرد. جیران یواشکی از قلعه بیرون آمد. پیرزن چوپانی آن دور و برها می‌پلکید. جیران نزد او رفت و پرسید شما صاحب این قلعه را می‌شناسید؟ پیرزن سری تکان داد و گفت بله، اسمش آه است و آدم خواری می کند. جیران ماجرای 2 خواهر را برای پیرزن تعریف کرد. پیرزن گفت من راه حلی یادت می دهم تا نتواند تو را سنگ کند. جیران پرسید یعنی چه کار کنم؟ پیرزن گفت من یک گربه دارم. آن را به تو می دهم. شما کیسه‌ای بدوزید و از گردنتان آویزان کنید. ته کیسه سوراخ باشد. وقتی دیو گفت از این گوشت‌ها بخورید، لقمه را نزدیک دهانتان ببرید. بعد آن را توی کیسه بیاندازید. لقمه از ته کیسه بیرون میافتد. یواشکی آن را به گربه بدهید. اینجوری جانتان در امان خواهد بود. جیران خوشحال شد. از پیرزن تشکر کرد و گربه را برداشت و به قلعه آمد. ظهر که دیو آمد گفت زود باش، بساط نهار را آماده کن. جیران سفره را پهن کرد. دیو گفت تو هم بخور. جیران لقمه را بر می داشت دم دهانش می برد و بعد به آهستگی آن را داخل کیسه می انداخت. بعد یواشکی با دست دیگرش لقمه را جلوی گربه می انداخت و حسابی ادای غذا خوردن در می آورد. دیو خیلی خوشش آمد. گفت تو دختر عاقلی هستی. من کاری به تو ندارم، فقط باید هر روز غذای مرا آماده کنی، با من غذا بخوری، در کار من هم مداخله نکنی. جیران گفت چشم. 1 هفته گذشت. دیو به جیران اعتماد پیدا کرده بود. یک روز پس از خوردن نهار گفت من وقت خوابیدنم رسیده است. 7 سال میخوابم. پس از 7 سال بیدار میشوم و 7 سال بعدی را تماماً بیدار هستم. سرش را روی زانوی جیران گذاشت و به خواب رفت. پس از چند ساعت جیران دید دیو کاملاً در خواب است و هیچ حرکتی نمی کند. پیش خود گفت حالا بهترین فرصت است. این فرصت را از دست نمی دهم و سر از کار دیو در می آورم.
دیو کلیدهای کلیه اتاقهای قلعه را به موهایش بسته بود. جیران قیچی آورد و موهای دیو را برید و کلیدها را برداشت. در اولین اتاق را باز کرد. دید یک دکان بزازی درست و حسابی است. پیرمردی هم نشسته گریه می کند. پرسید: عمو جان، چه شده؟ چرا گریه می کنی؟ پیرمرد با تعجب گفت: تو کی هستی؟ الان دیو می کشدت. جیران گفت: نترسید. حالا به من بگویید شما کی هستید؟ پیرمرد گفت: من بزازم. دیو مرا اینجا زندانی کرده است. جیران به بزاز گفت: اگر من تو را از اینجا نجات بدهم چه چیزهایی به من میدهی؟ بزاز گفت: هر جور پارچه‌ای که بخواهی به تو میدهم. جیران گفت: قبول است. من چند طاقه پارچه برمیدارم. فردا تو را همین وقت آزاد میکنم. پارچه ها را انتخاب کرد. بزاز پارچه ها را برید و به او داد. جیران در دکان بعدی را باز کرد. داخل دکان مردی نشسته بود و مشغول خیاطی بود. از او پرسید: عمو جان، اینجا چه کار میکنی؟ مرد خیاط گفت: دیو مرا اینجا آورده. تو میتوانی نجاتم بدهی؟ جیران گفت: البته به شرطی که این پارچه هایم را برایم بدوزی. فردا همین موقع نجاتت میدهم. خیاط اندازه او را گرفت تا برایش پیراهنی بدوزد. جیران از آن مغازه هم بیرون آمد و در آن را بست. دکان بعدی مال یک نجار بود. جیران پرسید: عمو، کی شما را اینجا آورده؟ نجار گفت: کار دیو است. جیران گفت: اگر برای من یک چمدان چوبی بسازی تو را از اینجا نجات خواهم داد. مرد قبول کرد. جیران در را بست و در دکان بعدی را گشود. کارگاه نمدمالی بود. پیرمردی مشغول کار بود. جیران پرسید: عمو، شما را چرا به اینجا آوردند؟ پیرمرد گفت: دیو مرا اسیر کرده است. هرچه کار می کنم مال او می شود. جیران گفت: اگر برای من یک کیسه نمدی درست کنی که من تویش جا بگیرم فردا همین موقع شما را نجات می دهم. پیرمرد قبول کرد. جیران در را بست و به دکان بعدی رفت. یک مغازه بزرگ زرگری بود. جیران پرسید: بابا جان، شما چرا اینجا هستید؟ مرد گفت: دیو مرا اسیر کرده. تمام طلاهای مرا او میبرد. جیران گفت: اگر من شما را نجات بدهم چه چیز به من میدهید؟ مرد گفت: هر چه بخواهی از طلا و جواهر به شما میدهم. جیران چند دست یاقوت و مروارید و فیروزه و گردنبند برداشت و به مرد گفت: فردا همین موقع شما را آزاد میکنم. در دکان را بست و به اتاقش برگشت. دیو در خواب بود و خرناسه‌اش بلند بود. جیران می‌دانست که دیوها روحشان در شیشه‌ای محبوس است. اگر آن شیشه را می‌شکست دیو کشته می‌شد. سراسر قلعه را گشت. آخر سر در یک اتاق نیمه تاریک و مرطوب شیشه عمر دیو را پیدا کرد. خیلی خوشحال شد و با خود گفت: حالا وقت آن رسیده است که خدمت دیو برسم. با شادی فراوان به نزد دیو آمد. شیشه را برد بالای سرش و محکم روی سنگ فرش کف اتاق کوبید. شیشه ریز ریز شد و دود آبی رنگی از آن بیرون آمد و در فضا محو شد. دیو فریادی کشید که 7 بند تن جیران به لرزه درآمد. دیو چشمهایش را باز کرد اما نتوانست بلند شود و در جا مرد. جیران دوید و در اتاق آدم‌های سنگ شده را باز کرد. خواهرهایش و تمام کسانی که دیو آنها را تبدیل به سنگ کرده بود همگی به شکل اصلی خود برگشته بودند. جیران را در آغوش گرفتند و بسیار از او سپاسگزاری کردند. جیران هر 2 خواهر خود را بوسید و به آنها گفت: شماها نزد پدر بروید. من چند کار مهم دارم. آنها را که انجام دادم می آیم. عزیزای من، اگه تا اینجا از داستانمون خوشتون اومده لطفاً اون دکمه سابسکرایب رو بزنید
ممنونم. فردای آن روز جیران کلیدها را برداشت و طبق قولی که داده بود همه آن مردها را آزاد کرد. بعد لباسهایی را که خیاط دوخته بود و جواهراتی را که از زرگر گرفته بود همه را در چمدان گذاشت. خودش هم داخل کیسه نمد شد و سر کیسه را از تو بست، به طوری که بجز 2 سوراخ چشم و 1 سوراخ دهان و 2 پا هیچ جای بدنش دیده نمی‌شد. به آرامی از قلعه بیرون آمد. پس از رفتن راه زیادی به شهری رسید. مردم می‌دیدند که از 1 کیسه نمد 2 پا بیرون است و یواش یواش راه می‌رود. توجهی چندانی به او نمی‌کردند. پسر پادشاه در کلاه فرنگی نشسته بود و شهر را تماشا می‌کرد. یک مرتبه متوجه شد کیسه عجیب غریبی یواش یواش از گوشه خیابان به طرف نامعلومی میره. پسر پادشاه متعجب شد. از جایگاه خود بیرون اومد و به طرف کیسه نمد رفت. پرسید: تو کی هستی؟ جیران در حالی که زبانش را میچرخاند گفت: من کسی نیستم. پسر پادشاه پرسید: چه کاری بلدی؟ جیران گفت: من فقط میتوانم به گربه ها بگویم پیش و به مرغ‌ها بگویم کیش. همین و بس. پسر پادشاه از حرکات و حرف زدن این موجود عجیب و غریب خندش گرفت و گفت: با من بیا، تو را میبرم در دهلیز کاخ ما نگهبانی میدهی. هر وقت هم گربه آمد بگو پیش و مرغ آمد بگو کیش. جیران قبول کرد تا اینکه وارد دهلیز کاخ شدند. خواهر و مادر شاهزاده با تعجب گفتند: این دیگر چه جانوری است که آورده ای؟ پسر شاه خندید و گفت: موجود بیازاری است. بگذارید همینجا کشیک بدهد. آنها حرفی نزدند. جیران همانطور بی حرکت ایستاده بود. چند روزی گذشت. یک روز دختر شاه را برای عروسی دعوت کرده بودند. دختر خود را آماده کرده بود و داشت موهایش را شانه می‌زد. جیران که او را نگاه می‌کرد آهسته به طرفش رفت و در حالی که زبانش را می‌چرخاند گفت: خانومی، جانمی، مرا هم ببر عروسی. دختر پادشاه با شانه زد توی سر او و گفت: کیسه نمد کجا؟ عروسی کجا؟ ببند دهانت را. جیران حرفی نزد. پس از رفتن دختر شاه جیران به سرعت از کیسه بیرون آمد. پرید توی حوض آب، خودش را تر و تمیز شست. لباس سرخ رنگش را پوشید، جواهر یاقوت نشان را به گردن آویخت و حسابی خود را آراست و رهسپار محل عروسی شد. وقتی به آنجا رسید دم پنجره ایستاد. زنها دیدند دختر بسیار زیبای سرخپوشی آمده کنار پنجره ایستاده. بسیار تعارفش کردند و او را کنار دختر شاه نشاندند. یکی از زنها پرسید: خانوم، از کجا تشریف آورده اید؟ جیران گفت: از شهری که با شانه به سر آدم میکوبند. هیچ کس سر در نیاورد. دختر شاه هم منظور او را نفهمید. پس از تمام شدن رقص و پایکوبی جیران زودتر از دختر شاه از جا برخاست و پنهانی به قصر آمد و زود رختهایش را در چمدانش گذاشت و خود داخل کیسه نمد شد. دختر شاه آمد و برای مادرش تعریف کرد که در عروسی دختری آمده بود مثل پنجه آفتاب. چقدر برازنده برادرش بود. جیران حرفی نزد. 3 روز گذشت. باز دختر شاه را برای عروسی دعوت کردند. دختر شاه خودش را آماده کرده بود و می‌خواست از قصر خارج شود. جیران گفت: خانومی، جانمی، مرا هم ببر عروسی. دختر جارویی را که کنار دیوار بود برداشت و بر سر جیران کوبید. گفت: لال شو، یک کیسه نمد را کجا ببرم؟ چه پررو! پس از رفتن دختر پادشاه جیران به سرعت از نمد بیرون آمد. پرید توی حوض و خودش را شست. حسابی آرایش کرد. لباس سفیدش را پوشید. چند دست مروارید از گردنش آویزان کرد و به محل عروسی رفت.
باز دم پنجره ایستاد. زنها تا او را دیدند تعارفش کردند و پهلوی دختر شاه نشاندند. زنها پرسیدند: خانوم، از کجا تشریف آورده اید؟ جیران گفت: از شهری که جارو تو سر آدم میکوبند. هیچ کس منظورش را نفهمید. قبل از تمام شدن عروسی جیران برخاست و به قصر بازگشت. دختر شاه وقتی آمد رو به مادرش کرد و گفت: مادر، دختری آمده بود عروسی، مثل پنجه آفتاب. چه خوب میشد اگه عروس ما میشد. ولی حرفایی میزد که هیچ کس سر در نمی آورد. 3 روز دیگر گذشت. باز هم دختر شاه را برای عروسی دعوت کردند. او حاضر شده بود، میخواست بیرون برود. جیران زبانش را چرخاند و گفت: خانومی، جانمی، مرا هم ببر عروسی. دختر شاه این بار خیلی خشمگین شد. لنگه کفشش رو در آورد و تو سر جیران زد و گفت: ببر صدات رو، از کی تا حالا کیسه نمد رو عروسی میبرند؟ جیران حرفی نزد. پس از رفتن دختر شاه از کیسه بیرون آمد و پرید توی حوض و مشغول شستشو شد. نگو در طی این مدت پسر شاه او را زیر نظر داشته و متوجه شده بود که بعضی روزها کیسه نمد خالی می شود و کسی که درون آن است غیبش می زند. این بار کیسه را از دور می پایید. جیران را دید که از کیسه بیرون آمد. 1 دل نه 100 دل عاشقش شد، اما هیچ نگفت و به قصر خود رفت. جیران پس از شستشو لباس فیروزه‌ای خود را پوشید و جواهرات فیروزه نشان خود را به گردن انداخت و به عروسی رفت. مثل دفعات قبل دم پنجره ایستاد. زنها بسیار تعارفش کردند و او را کنار دختر شاه نشاندند. پس از کمی گفتگو از او پرسیدند: خانم، از کدام شهر تشریف می آورید؟ جیران گفت: از شهری که با لنگ کفش تو سر آدم میزنند. زنها گفتند: خیلی عجیب است، ما اسم چنین شهری را نشنیده ایم. دختر شاه باز متوجه ماجرا نشد. جیران پس از پایان عروسی برخاست و به سرعت خود را به قصر رساند. وقتی دختر شاه آمد رو به مادرش کرد و گفت: دختری آمده بود عروسی، لنگه ماه. به ماه میگفت تو در نیا، من در میام. ولی حیف نفهمیدم اهل چه شهریه. در همین وقت پسر شاه لبخند به لب وارد شده رو به مادر و خواهرش کرد و گفت: امروز میخواهم عروس آینده خود را معرفی کنم. مادر و خواهرش بسیار خوشحال شدند. پسر شاه به کیسه نزدیک شد و گفت: دختر، بیا بیرون. از کیسه صدایی در نیامد. چندین بار این حرف رو تکرار کرد. جیران پاسخی نداد. پسر شاه شمشیرش رو در آورد و کیسه نمد رو 2 نیمه کرد. خواهر و مادرش دیدن که از توی کیسه دختری بیرون اومد مثل ماه شب 14. دختر شاه وقتی جیران رو دید شناخت و از هوش رفت. پسر شاه گفت: خب خانوم، آیا حاضرید همسر من شوید؟ جیران گفت: به شرطی که پدر پیر و 2 خواهر مرا هم به اینجا بیاوری. آنها سختی زیادی کشیدند و داستان دیو و خواهرهایشان را برای او تعریف کرد. پسر شاه گفت: با کمال میل این کار را می کنم. 40 شب و 40 روز جشن گرفتند و آن 2 به خوشی و خرمی سالهای سال زندگی کردند. قصه ما به سر رسید. عزیزای من، ممنونم که تا آخر این داستان همراه من بودید. اگر از داستانمون خوشتون میاد حتما با سابسکرایب کردن از من حمایت کنید.